سلام بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی را من مومین احمدی با همکارانم در دوشنبه و پرگت تقدیم شما میکنیم. امروز 29 می است. چند جمله از محتوای برنامه: فرار دانشجویان دانشگاه طبی از امتحان دولتی از ترس ابله و شیوه جلب اجباری ختم کنندگان دانشگاه‌های تاجیکستان به ارتش چگونه است؟ یک خیلی گریختند، بعضی یک خیلی کوشش کردن که قپیده نشود، گریخته جانشون خلاص کردن. مناسبت‌های تاجیکستان با ترکیه تغییر می‌کند. نظرهای مختلف از تاجیکستان به پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات پرزیدنتی. خرس زخمی و حیوانات گرسنه، ساکنان از وضع رقتباری جانوران باغی حیوانات دوشنبه نگرانند. تمام چیز حیوانات بودن آخه تمام چون یا را بردن یا کشتن نه درش نیست. برنامه را با خبر آغاز میکنیم که تازه به دست ما رسیده است. رستم خالقов رئیس سابق شرکت تاجیکایر و فرودگاه دوشنبه بازداشت شده است. امر بازداشت او را دادستانی کل تاجیکستان روز 26 می برآورده است. دو منبع رادیو آزادی روز 29 می خبر دادند که رستم خالقов به از خودکنی یا اسراف مبلغ، ساختکاری و قلابی متهم است. با گفته همصحبتان رادیو آزادی، اموال و دارایی‌هایش نیز فعلا به حبس گرفته شده است و پرونده به زمان کارش در شرکت تاجیکایر ربط دارد. جزئیات پرونده معلوم نیست. پیشتر یک تحقیق رادیو آزادی معلوم کرده بود که یک سازش بسته رستم خالقов به بیش از 20 میلیون دلار قرضدار کردن شرکت تاجیکایر سبب گشته است. او از سال 2008 تا 2016 رهبری شرکت دولتی هواپیمایی را بر عهده داشت. شیوه جلب دیگر جوانان به ارتش در میان جامعه سر و صدا برپا کرده است. امسال مقامات تلاش کردند تا صف ارتش را بیشتر از دانشجویان پر کنند. روز 29 می گروهی از دانشجویان دانشگاه طبی تاجیکستان از امتحان ختمی دانشگاه فرار کردند. نواری لحظه فرار دانشجویان به دست رادیو آزادی رسید. دانشجویان میگویند آنها را میخواستند با زور یا طریق ابله و به ارتش برند. همکارم زرنگیز نوروزشاه موضوع را پیگیری کرده است. لحظه فرار از خدمت در دانشگاه طبی. برخی از دانشجویان دانشگاه با ارسال این نوار از تلاش مجبوراً به خدمت بردن ختم کننده ها خبر دادند. این کار بعدی از امتحان دولتی بیرون شدن گروهی از ختم کنندگان دانشگاه صورت گرفته است. برخی از دانشجویان از ترس به امتحان ندر آمدند. پیش از امتحان در آمدن دیدم که بچه‌ها ندر آمده ایستاده بودن. پرسیدم که سبب چی باشد، گفتن که ابله میگفتگی چیز است. بچه‌ها را امتحان برآمدگی را قپیده به خدمت مجبوری برده ایستاده بودن. بعد در همونجا خودم رفتم امتحان سپریدم. وقتی برآمدند اونجا بچه‌ای که وطنی بودگی ها را قپیده در ماشینا شینونده بردن چند کسه. بعضی ها یک خیلی گریختند. گفته می شود برخی از دانشجویان از ترس به امتحان ندر آمدند. دانشجویانی که به این حادثه روبرو شدند نمیخواهند در نزد دوربین صحبت کنند. ماموریت دانشگاه در صحبت با آزادی جلب اجباری ختم کننده ها را به خدمت رد کردند، اما گفتند 21 ختم کننده با اختیار خود به خدمت رفته است. از دانشگاه های دیگر هم چنین شکایت ها می رسد. والدان ختم کننده های دانشگاه دولتی باختر در نزد کمیسریت حربی ولایت ختلون جمع آمدند. مؤلف نوار میگوید روز جمعه ختم کننده های دانشگاه را پس از امتحان مجبوراً به مارشروتکه ها سوار کرده به کمیسریت حربی بردند. این در حالی است که مقامات با نشر عکس و نوار از اختیاراً به خدمت حربی رفتن صدها ختم کننده در چند دانشگاه خبر دادند. 2 هفته پیش در مراسمی با تنطنه تقریباً 200 ختم کننده دانشکده پلی‌تکنیکی شهر خوجند را از صحن دانشگاه به خدمت حربی گسیل کردند. مقامات دانشگاهی کولاب هم اخیراً در یک معرکه با شکوه 73 ختم کننده را که امتحانها را قبل از مهلت سپرده بودند به صف قوه‌های مسلح سفربر کردند. درباره مجبور کردن ختم کننده ها برای رفتن به خدمت حربی به حقوق شناسان هم شکایت می رسیده است. مجبور کردن این دانشجو پیش از مهلت سپردن امتحان دولتی، پیش از مهلت محافظت نمودن کار دیپلمی خود این غیر قانونی می باشد.
در گذشته آموزگاران دانشگاه‌ها از آن نگرانی کرده بودند که مقامات از آنها اجرای نقشه دعوت به ارتش را طلب دارند. دعوت بهاری جوانان به ارتش در تاجیکستان از 1 اپریل امسال آغاز شده تا آخر می ادامه می‌کند. مقامات همواره از افزایش صف اختیاریان میگویند، اما مردم از افزودن موردهای جلب اجباری جوانان به خدمت با شیوه‌های نو خبر می‌دهند. برنامه را با گزارشی از ترکیه ادامه می‌دهیم. اردوغان که 20 سال اخیر زمام قدرت را در ترکیه در دست دارد، دوباره پرزیدنت این کشور انتخاب شد. امامعلی رحمان در نامه شادباشی به اردوغان امیدواری کرد که همکاری‌های دو کشور در زمان رهبری او باز هم خوبتر خواهند شد. همکاری ترکیه با تاجیکستان در زمان رهبری اردوغان چگونه خواهد شد؟ همکارم علیشیر ظریفی و نگارای فضل‌دین در دوشنبه به این سوال پاسخ جستند. در تاجیکستان نظرها به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی در ترکیه یکسان نیست. در دور دوم انتخابات پرزیدنتی رجب طیب اردوغان 52.4 و رقیب اساسی او کمال قلیچداروغلو 47.7% آرای مردم را به دست آوردند. به نظر عبدالملیک قادیروف تحلیلگر مسائل منطقوی با پیروزی دیگرباره رجب طیب اردوغان در مناسبت‌های تاجیکستان و ترکیه تغییرات جدی نخواهد شد. یک خطری وجود دارد که در دوره حکمرانی اردوغان سازمان کشورهای ترک زبان خیلی فعالیت خودش زیاد کرد و خیلی به قوت شد و حتی در همون مناسبت های بین تاجیکستان و قرقیزستان در این جنجال بین تاجیکستان و قرقیزستان اگرچند که روی راست نباشد هم، ولی با آنکه پهپادهای خودش به قرقیزستان فروخت و اونها تعلیم داد، با همین راه ترکیه نشان داد که در صورت بسیار تیز تند شدن مناسبات و حتما جانب همزبانای خودش میگیرد و با همین راه توازن قواهای در منطقه او تغییر می‌دهد که این باعث تأسف است. واقعا هم این خیلی نگاه کنید اگر عبدالملیک قادیروف بر این نظر است که در کشورهای به مثل ترکیه که رو به ساخت دیکتاتورند انتخابات‌ها شفاف نمی‌گذارند، ولی سیاستشناس سیفالله سفروف انتخابات ترکیه را دموکراتی ارزیابی نمود. با سبب این زمین جنبی‌ها و بعضی حالت‌های طبیعی در ترکیه مشکل‌های زیادی برای جناب اردوغان با وجود آمده بود و مردم شبهه داشتند که شاید غلبه نکند، ولی خوشبختانه توانستیم که آن گونه انتخاباتی را ببینیم که به طور دموکراتی و با غلبه اردوغان انجام یافت. غلبه اردوغان برای تاجیکستان از کدام جهت خوب است؟ از آن جهت خوب است که سالها باز ما با آنها همکاری خوب داریم. بعضی کارشناسان باور دارند که رجب طیب اردوغان بعد این پیروزیش فعالیت مخالفین را در کشورش محدودتر خواهد کرد. به خصوص برای تاجیکستان بیشتر جهت مثبت دارد، زیرا که در این 20 سال اخیر میان پرزیدنت های هر دو کشور همچون سردار دولت و مقرر کننده استراتژی سیاسی داخلی و خارجی و اولویت های آن حسن تفاهم است و اصلا یگان معمای مشکلات وجود نداشت و ندارد. اما از نقطه نظر سیاست داخلی وقتی که 20 سال قبلا رهبر بود و باز هم رهبری را به ذمه دارد، در دایره صحبت هایی که داشت ضمن دیدار و ملاقاتش با انتخاب کننده ها، شاید تدبیرهای فوق العاده اندیشه جهتی باز هم محدود کردن فعالیت اپوزیسیونی در داخل کشور و این خوب نیست. در پی اعلان نتیجه های انتخابات رهبران کشورهای مختلف از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان نیز رجب طیب اردوغان را برای پیروزیش در انتخابات پرزیدنتی تبریک نمود. اردوغان که 69 سال دارد در 20 سال گذشته رهبری ترکیه را در مقام نخست وزیر و رئیس جمهوری در دست داشته است. با این پیروزیش تا سال 2028 در قدرت خواهد ماند.
و برمیگردیم به تاجیکستان. کاربران رادیو آزادی عکس‌های خرسی زخمی از باغ جانوران دوشنبه را روان کرده وضع حیوانات این باغ را بد گفتند. سال هاست که وضع باغ حیوانات دوشنبه در میان طبیعت دوستداران بحث می شود. پیشنهاد بستن این باغ را نیز در گذشته مطرح کرده بودند، چون به گفته حامیان جانوران وضع جانوران گرسنه و بیمار و شرایط ناخوب این باغ سال هاست بهبود نمی‌یابد. همکاران ما سرمناز روح‌الله و شهلای عبدالله به این باغ رفتند و وضع را از نزدیک دیدند. باغ حیوانات شهر دوشنبه مراجعت کاربری رادیوی آزادی به این مکان آورد که از شرایط ناگوار جانوران نگرانی کرده است. این هم نمونه از عکس فرستاده این کاربر است. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی روز 24 می نشان داد که این مکان حال و هوای باغ جانوران را بازگو نمی‌کند. بهتر ما همین سالهای اول می اومدیم همه شرایطش بود، همش این اکه یک تخمینا روگو نکنه یک ممکن که 30 سال زیادتر شده که نیومدیم این نو درم هم هیچ نیست. اما با هم دگرگاه دو خرس دیگه هیچی را ندیدم. پیش وقتا چی بود؟ پیش وقتا همه چیز بود، میمون بود، مار بود، وانا تمامی چیز حیوانات بودن آخه تمامی چون یورا بودن یا کشتن نه درش نیست. این تنها نگرانی میرزاولی نیست که برای تماشای باغ جانوران به پایتخت آمده است. اکثر مهمانان این باغ عین شکایت را دارند. نرگیزه که نبیرش را به تماشای باغ حیوانات آورده است، از نبود شرایط مساعد برای مهمانان در این مکان نگرانی میکند. همه چی داشته باشه، فیل باشه، شتروی ناز باشه، تازه باشه. زوپک زمانوی باشه ده که کودکو همه وقت بیاین ریمونت کنن یک شرایط کننده میخالته من آدمو میدروین. نگرانی تماشابینان از جانوران بیمار و گرسنه در حالی است که در گذشته هم ساکنان از شرایط نامساعد نگاه و بین حیوانات و گشت و گذار در این باغ شکایت کرده بودند. مسئولان باغ شرایط فعلی نگاه داشتن جانوران را در باغ وحوش مطابق به معیار می‌دانند، ولی وجود کمبودی را رد نمی‌کنند. نگرانی ساکنان را همچون بها از نظر تماشابین می‌دانند. هم از جهت تازگی، سانیتری، هم از جهت بی‌خطری، هم از جهت تامین خوراک، همین در سطح ضروری عمل فعالیت کارمندان یا این مسائل رفته است. باغ حیوانات دوشنبه سالهای 60 عصر گذشته ساخته شده است و تا این زمان بازسازی زیادی را از سر نگذرانیده است. مساحت آن حدود 5 هکتار را تشکیل می‌دهد و در آن بیشتر از 1000 جانور نگهداری می‌شود. سالهاست جانورشناسان برای ساختمان یک باغ نو با معیارهای زمانوی صدا بلند می‌کنند و این موضوع در جلسه‌های حکومت هم بررسی شده است. برای بنیاد باغ نوی حیوانات حکومت شهر در کنار دوشنبه منطقه چارباغ را انتخاب کرده است، اما هنوز معلوم نیست این باغ کی و در چه شکل ساخته خواهد شد. از طرف دیگر سبب اصلی برطرف نشدن کمبودی‌های چون بناهای فرسوده مکان نگهداشت حیوان‌ها محض همین وعده بنیاد باغ نو برای جانوران گفته می شود. سرمناز روح‌الله، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. در شهر سمرقند یک مرد را به گمان غیر قانونی و توسط مکزیک به امریکا فرستادن ساکنان دستگیر کردند. مسئولان ریاست پلیس شهر روز 28 می گفتند بازداشت گمانبر پس از شکایت یک جوان 22 ساله امکان پذیر شد. جوان گفته است این ساکن سمرقند مشتریان خود را اول طریق اروپا به مکزیک فرستاده، سپس برای غیر قانونی گذرانیدن به امریکا از هر نفر $30,000 می‌خواست. مقامات امریکا میگویند هر کسی سرحد ایالات متحده را غیر قانونی میگذرد رانده خواهد شد. و با همین برنامه به پایان رسید، ولی شما خبر و گزارش‌های بیشتر را هر لحظه میتوانید در سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های رادیو آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و ادنکلاسنیک و تیک تاک پیدا کنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.